سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، حال خودم خوب باشه. فکر میکنم که من الان تنها آدمیم که اینجا دارم توی فضای خالی فریاد میزنم. همینش هم خوبه. این ویدیو رو امروز میذارم برای اینکه امروز 20 جولای بود، یعنی الان وارد 21 جولای شدیم، ولی هنوز تا وقتی من نخوابیدم برای من هنوز 20مه. این ویدیو رو برای ثبت در تاریخ میذارم اینجا، برای اینکه بعد از اینکه اینستاگرام شلوغ شد و دیگه من نتونستم اونجا چیزی بنویسم و نتونستم چیزی بذارم، شروع کردم به ضبط کردن یه سری ویدیوهایی که توی گوشی من فقط و اونجا حرف میزنم راجع به اتفاقایی که برام میفته و راجع به چیزایی که بهشون